سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به ویدیو آموزشی دیگه. من علی طلا هستم و قراره تو این ویدیو تمام کاربرد و تکنیک‌های سوزن RL رو بهتون یاد بدم. در ضمن فقط سوزن RL نیست. به درخواست شما میخوام تمام تکنیک‌ها و کاربرد تمام سوزن‌ها رو توی چند پارت بهتون یاد بدم. پس اگه میخوای تکنیک‌های سوزن RL رو یاد بگیری تا آخر این ویدیو با من همراه باش. راستی، اگه از این سبک ویدیو خوشت میاد ممنون میشم کانال منو ساب کنی و این ویدیو رو لایک کنی تا افراد بیشتری بتونن ببینن. خب بدون معطلی بریم سراغ آموزش. تو این قسمت میخوایم با کاربرد و تکنیک‌های اجرایی سوزن‌ها به صورت کلی و تفکیک شده آشنا بشیم و اصول اجرای سه تکنیک اصلی یعنی لاین زدن، پر کردن و سایه پردازی رو با سوزن‌های مختلف یاد بگیریم. توضیحات لازم رو تو قسمت‌های تئوری دادم، پس بدون معطلی بریم سراغ آموزش. اولین تیپ سوزنی که میخوایم باهاش کار کنیم سوزن‌های RL هست که میخوایم بدونیم با این نوع سوزن چه کارایی رو میتونیم انجام بدیم. اولین و مهمترین کاربرد این نوع سوزن اجرای لاین یا خطوط هست. مشکل عمده‌ای که خیلیاتون دارید اینه که میگید چرا رنگمون با یک بار اجرا کردن به خوبی کاشت نمیشه و باید چندین مرتبه تکرار کنیم تا رنگمون به خوبی کاشت بشه. خب این مسئله مهمیه که تو سرعت اجراتون تاثیر زیادی داره. اگه بخوایم رنگمون تو همون اولین مرتبه به خوبی کاشت بشه، اول باید از متریال اورجینال استفاده کنیم و بعد از ولتاژ، فشار و سرعت دست مناسب استفاده کنیم که من چند نمونه براتون اجرا میکنم تا نحوه صحیح اجرای لاین رو به خوبی یاد بگیرید. خب برای اجرای لاین ما باید از چند تا اصول پیروی کنیم. یکی تنظیم کردن نوک سوزن هست که باید سوزن رو به اندازه مناسب تنظیم کنیم که رنگ رو به خوبی کاشت کنه. دومین مورد تنظیم کردن ولتاژ مناسب هست که برای لاین هایی که میخوایم کاملا شارپ باشه و پررنگ باشه حداقل ولتاژ باید 8 تا 8.5 باشه که بازم این به قدرت دستگاهتون هم بستگی داره. تو دستگاه‌های مختلف این ولتاژ متغیر هست که شما باید دیگه خودتون نسبت به قدرت دستگاهی که دارید استفاده میکنید این عدد رو تنظیم کنید. ما برای استفاده از این نوع دستگاه الان رو ولتاژ 8 کار میکنم. خب ولتاژ رو تنظیم میکنیم رو 8 و رنگ هم که باید رنگ لاینینگ باشه، رنگ های ریز مولکول. بچه قبل از اجرای لاین یا هر چیز دیگه حتما قبلش محیط اجراتون رو اگر رو پوست مصنوعی تمرین میکنید با وازلین، اگر که رو پوست بدن میخواید اجرا کنید با کرم عینکار محیط رو حتما چرب کنید که رنگتون پخش نشه و رنگتون متمرکز کاشت بشه. خب ما رو همین لاین هایی که قبلا اجرا شده به جای الگو استفاده میکنیم. فضا رو یکم چرب میکنیم. رنگ اضافتون رو به این شکل حتما باید بگیرید که پخشی رنگتون به حداقل برسه. خب اگه لاینی که میخواید اجرا کنید لاین صاف باشه مثل این لاینی که دارید میبینید، بچه‌ها زاویه دستتون خیلی مهمه. زاویه دستتون رو باید تو شرایطی تنظیم بکنید که بیشترین مسیر رو بتونید طی بکنید و لرزش دستتون به حداقل برسه. مورد بعدی داشتن تکیه‌گاه است که از انگشت کوچک باید برای تکیه‌گاه استفاده کنید که لرزش دستمون رو به حداقل برسونه. خب برای اجرای لاین های صاف از سوزن RL که میخواید استفاده کنید، نوک سوزن رو گفتیم 2 میل تا 2.5 میل از کارتریج میاریم بیرون، دستمون رو تکیه‌گاه قرار میدیم، ولتاژ تنظیم رو 8 تا 8.5. اگه میخواید رنگتون تو مرحله اول به خوبی کاشت بشه باید فشار دست و سرعت دست مناسبی داشته باشید. یعنی اگر اینو به این سرعت اجرا بکنید مسلما رنگتون به خوبی کاشت نمیشه چون این سرعت دست برای اجرای لاین زیاده. سرعت دستی که مناسب اجرای لاین هست که تو مرحله اول رنگتون کاملا کاشت بشه این فشار دست و این سرعت دست است. 1 میل از سوزن وارد پوست میشه، این اندازه با این سرعت دست حرکت میکنه. اینم خروجیش. خب حالا ما چون زیرش قبلا کار شده بود میام کنار همین یه خط اجرا میکنیم. وقتی دارید اجرا میکنید حتما به مخزن کارتریجتون حواستون باشه که رنگتون تموم نشده باشه الکی پوست رو زخم کنید.
خب محیط چرب میکنیم. الان این قسمت دیگه زیرش خالی هست. ما میخوایم یه جور اجرا کنیم که تو اولین بار رنگمون کامل کاشت بشه و باید حتما مخزن کارتریجتون پر باشه و فشار دست و سرعت دست مناسبی داشته باشه. خروجیمون رو چک بکنیم. ببینید الان رنگمون کاملا کاشت شده و نیازی به تکرار مجدد نداره. حالا اگر خواستید خروجیتون از این قوی تر باشه میتونید ولتاژ رو یکم بیشتر کنید. ما الان با ولتاژ 8 داریم کار میکنیم. اگه همین رو بخوام با ولتاژ 8.5 کار کنیم، کنار همین رو یه خط هم 8.5 اجرا میکنیم. الان دو تا خط رو با هم مقایسه کنیم می‌بینیم که این خطمون ضخیم‌تر و پررنگ‌تر هست، چون هم ولتاژ بیشتر شده، هم فشار دست اومده، میگم سرعت دست کمتر شده. یعنی اگه با سرعت دست کمتری حرکت بکنید و ولتاژ بیشتر باشه، مسلما رنگتون پررنگ‌تر و شارپ‌تر میشه. خب حالا بریم سراغ این که با سوزن RL چه تکنیکایی رو میتونیم اجرا کنیم و کاربردهای سوزن RL چیا هست. خب بچه‌ها، تکنیک اصلی سوزن RL که اجرای لاین هست که حالا هم شامل لاین‌های صاف میشه، هم منحنی و دایره. ولی خب این تنها کاربرد سوزن RL نیست. از سوزن RL برای پر کردن و از سایه پردازی دات ورک هم میتونیم استفاده کنیم، ولی اون بستگی به نوع اجرا و طرحمون داره که باید ما مناسب ترین سوزن رو نسبت به شرایطمون انتخاب کنیم که خروجی بهتر و سرعت بیشتری داشته باشیم. خب حالا ما میریم سراغ تکنیکایی که میشه با سوزن RL اجرا کرد. خب به جز لاین زدن، تکنیک بعدی که میشه با RL اجرا کرد تکنیک دات ورک است که خیلی پرکاربرد هست و معمولا از سوزن 1003 RL استفاده میشه، چون هم گرید مناسبی داره، نه اونقدر ضخیم هست که نقطه کاریامون خیلی زیادی بزرگ و تیره بشن، نه اونقدر نازک هست که زمان زیادی ببره. خب بچه‌ها، یکی از کاربردهای سوزن RL، یکی از مهمترین کاربرداش اجراهای کادر داخل تتو هست که ما معمولا بیشتر باهاش کادر فضا رو مشخص میکنیم. یعنی علاوه بر لاین هایی که مستقل هستن و کادری ندارن، تکنیک بعدیمون اجرای کادر هست. خب تو اجرای کادر ما چون تو این دوره میخوایم مختص فقط راجع به اجرا روی پوست بدن صحبت کنیم. وقتی بحث اجرا روی پوست بدن میشه، شما باید خطای کارتون به حداقل برسه. خب واسه همین وقتی میخوایم یه محدوده یا فضا رو مشخص کنیم، یعنی کادرش رو مشخص کنیم، شما باید ضخامت کادرتون به یه حدی برسه که موقع پر کردن ترجیحاً نیاز نباشه یه بار دیگه ضخامت بدید که بخواد سرعت کارتون رو بگیره. و برای همین همیشه از یه سوزن استفاده کنید که یکم ضخامت داشته باشه که موقع پر کردن از حاشیه‌های کادر بیرون نزنید. خب برای اجرای فضاهایی که کادر شکل هستن، اگه فضای صاف بود که نیاز بود گوشه ها رو در بیاریم و گوشه ها اون تیز بودن و شکستگی رو داشته باشه، صورت پیوسته اجرا نمی کنیم. همیشه بیاد از تیره ترین فضایی که دارید شروع کنید، یا اگه فضای تیره ندارید از گوشه ها شروع کنید. ولی از گوشه ها که شروع می‌کنید اون تیزی نباید از بین بره، یعنی مکس زیادی نباید اینجا داشته باشید که اینجا نقطه بندازه یا منحنی بشه، هلال بشه گوشه ها. خب برای همچین اجرایی اگه بخوام از گوشه اینور شروع کنیم، یا خیلی آروم و نوک سوزن از گوشه شروع می‌کنید، به انتها که رسیدید قطع می‌کنید و تیکه تیکه اجرا می‌کنید. خب حالا اگه بخوام همین رو برعکس اجرا کنیم، از این سمت بخوام شروع کنیم، تا گوشه که رسیدم قطع می‌کنم، تیکه بعدو میزنم
و ادامش. به سرعت دست و فشار دست دقت کنید. سرعت دست و فشار دستی که مناسب اجرا روی پوست بدن هست باید در این حد باشه. یعنی اگر بیشتر از این باشه سرعت دستتون، رنگتون خوب کاش نمیشه، یا اگه بیشتر هم باشه مسلماً پخشی رنگ میگیرید. خب حالا بریم سراغ اجرای خطوط منحنی. بچه‌ها اگه ما چند تا خط منحنی داشته باشیم که بخوایم اجرا کنیم، ما چند تا الگو میکشیم. فضا رو چرب میکنیم. اگه فضامون یا لاینی که میخوایم اجرا بکنیم لاینی بود که قرار نباشه بعد اون فضا پر بشه و خود لاین باقی بمونه، تحت هیچ شرایطی دستتون نباید زاویه داشته باشه و یا نه پخشی رنگ میگیرید و اون ظرافت اجراتون از بین میره. شما با زاویه همون 80 تا 85 درجه ولی دستگاه رو به جلو، یعنی به چپ و راست مایل نباشه. شروع میکنیم. سرعت دست و فشار دست رو دقت کنید. با همین فشار دست و سرعت دست اجرا میکنیم. خب دقت داشته باشید یه دفعه فشار دستتون زیاد نشه یا سرعت دستتون موقع اجرا از سرعت پایین یه دفعه زیاد نشه که یه قسمت از لاینتون پررنگ بشه یه قسمت کم رنگ باشه. یعنی فشار دست و سرعت دست تو کل مسیر باید یک نواخت باشه. خب خروجی چک میکنیم. الان رنگمون کاملا کاش شده و نیازی نیست مجدد روش تکرار کنیم. اگه فشار دست و سرعت دستتون تنظیم باشه، رنگ مناسب استفاده کنید و ولتاژ مناسب استفاده کنید، نیازی به اجرای دوم ندارید، یعنی نیازی به تکرار کردن نیست و رنگتون تو مرحله اول کاملا کاشت میشه. و نکته‌ای که خیلی مهمه تو اجرای لاین، اگه میخواید لاینتون ضخامتش از ابتدای لاین تا انتهای لاین یه اندازه باشه و ضخیم و نازک نباشه، باید تمرین داشته باشید که موقع شروع کردن اجرای لاینتون تا انتها بتونید پیش برید و با یه فشار دست و یه سرعت دست یک نواخت باید تنظیم شده پیش برید. یعنی یه جا فشار دستتون زیاد نباشه بعد کم بشه بعد دوباره زیاد بشه، چون مکس کردن و فشار دست اگه فشار دستتون تنظیم نباشه باعث میشه لاینتون ضخیم یا نازک بشه و این باعث میشه که دیگه لاینتون یک دست نباشه و ظرافتش از بین بره. خب بریم سراغ کاربردهای دیگه سوزن‌های RL. خب از سوزن‌های RL علاوه بر اجرای لاین برای سایه پردازی هم میتونیم استفاده کنیم که با تکنیک‌های دات ورک یا همون نقطه کاری یا دات شیدینگ یا پرتابی و پپر شیدینگ میتونیم با سوزن‌های RL سایه هامون رو اجرا کنیم. خب برای اجرای دات ورک با سوزن‌های RL یا همون نقطه کاری، اگه بخوام یه فضا رو با تکنیک دات ورک پوشش بدیم، باید زاویه دستگاهتون 90 درجه باشه و زاویه‌ای نداشته باشه که باعث بشه پخشی رنگ بگیرید. دستگاه رو و زاویه سوزن رو کاملا عمود میگیرید و دستتون رو تو حالتی قرار میدید که کنترل کامل رو روی دستگاه داشته باشید. ولتاژ مناسب برای اجرای تکنیک دات ورک از 7 تا 8.5 میتونه باشه که اون بستگی به تیرگی نقطه‌هایی که میخواید اجرا کنید داره. ما الان از ولتاژ 8 استفاده میکنیم برای اجرامون. به تایم مکس کردن و فشار دست دقت کنید. تو تکنیک دات ورک امکان شارژ کردن مجدد نقطه ها وجود نداره، پس باید یه مکس کوتاه داشته باشید که رنگتون کاملا کاشت بشه و نیاز نباشه مجددا روی نقطه هایی که اجرا کردید تکرار کنید که باعث پخشی رنگ یا تیرگی بیش از حد بشه. خب الان می‌بینید که یه قسمت رو با تکنیک دات ورک اجرا کردیم.
تکنیک بعدیمون تکنیک دات شید یا همون پرتابی است. ما برای پرتابیمون از ولتاژ 7 برای اجرا استفاده می‌کنیم که این مجدد میگم بستگی به تیرگی که می‌خواید اجرا کنید داره. هر چقدر ولتاژ پایین‌تر باشه رد سوزن بیشتر میمونه و هر چقدر ولتاژ رو به بالا افزایش پیدا بکنه از حالت نقطه‌ای به حالت خط تبدیل میشه پرتابایی که دارید. خب الان ما ماکسیمم رو در نظر گرفتیم، با ولتاژ 7 همین فضا رو پرتابی سایه‌مون رو اجرا کنیم. این بچه از یه نقطه برای سایه‌های پرتابی باید استارت کار زده بشه، یعنی یه نقطه شروع باید داشته باشه، یه نقطه پایان. از نقطه شروع استارت میزنیم و خیلی آروم خطوطمون رو پرتاب میکنیم به سمت نقطه پایانمون که باید قطع بشه. این سرعت دستتون نباید کم باشه نه خیلی زیاد که رنگتون کاش نشه. دقیقا همین سرعتی که الان دارید میبینید. خب قسمت رو تمیز میکنیم، خروجی رو چک میکنیم. خب قسمت رو میبینید که الان با استفاده از تکنیک دات شیدینگ ما این فضا رو سایه پردازی کردیم. خب حالا اگه بخوایم تیرگیمون یکم بیشتر باشه میایم ولتاژ رو یکم افزایش میدیم با ولتاژ 7.5. خب اگه بخوایم از این قسمت استارت بزنیم و یه محدوده رو با تکنیک دات شیدینگ سایه پردازی کنیم، از ابتدای کارمون شروع میکنیم از نقطه استارت تا نقطه پرتابمون. دستگاه یکم زاویه رو به جلو داره، تقریبا تو زاویه 75 تا 80 درجه رو به مسیری که میخوایم اون دات شیدمون رو پرتاب کنیم. خب اگه بخوایم قسمت پایینمون تیرگیش با قسمت بالا یا قسمت پایانیمون اختلاف بیشتری داشته باشن باید اون استارت کار رو یکم عمیق‌تر اجرا کنیم و هرچی سوزن رو به جلو میاد یواش یواش از روی پوست برداشته بشه. حالا می‌بینید که یکم سرعت دست رو کمتر کردیم، فشار دست رو بیشتر کردیم. خب همونجور که می‌بینید اجرای سایه‌مون از تیره به روشن محو شده که برای اجرای این تکنیک تو فضاهای کوچیک میتونید از سوزن‌های RL استفاده کنید. خب حالا این ضربت یه قسمت هم منحنی اجرا میکنیم. خب بچه‌ها اینم از خروجی اجرا با تکنیک دات شیدینگ.
خب بچه‌ها، تکنیک بعدی که میتونیم از سوزن‌های RL برای اجراشون کمک بگیریم تکنیک پپر شیدینگ هستش که یکی از تکنیک‌های پرکاربرد تتو هست و برای اجراش از ولتاژ 5.5-6 تا ولتاژ 7.5 میتونیم استفاده کنیم که اون بستگی به اون تیرگی و خروجی که شما از اجراتون میخواید داره. خب الان ما با ولتاژ 6.5 میخوایم تکنیک پپر شیدینگ رو اجرا کنیم. و تا سر سوزن رو از لاین زدن یکم کمتر بیرون میاریم از کارتریج، تقریبا 2 میل سر سوزن رو بیرون میاریم. خب بچه‌ها، پپر شیدینگ اجراش تقریبا مثل همون دات شید هست، ولی خب دات شید یک طرفه پرتاب میکنیم ما مسیر پرتاب دستمون همیشه به یک طرف است، یعنی از یه نقطه شروع به نقطه پایان پرتاب میشه. ولی برای اجرای پپر شیدینگ تکنیک به صورت رفت و برگشتی اجرا میشه و دستگاهتون باید تو زاویه تقریبا 75 درجه تا 80 درجه باشه، یعنی یکم مایل باشه. خب اگه ما بخوام الان یه قسمت رو پپر شیدینگ اجرا کنیم، برای همون پپر شیدینگ هم مناسب ترین سوزن 1003 RL هست. گفتم دستگاه باید یکم مایل باشه. دستگاه رو یکم مایل میگیریم، دستمون رو توی زاویه قرار میدیم که دست راحت بتونه رفت و برگشت کنه و فشار دست باید یکم بیشتر از دات شید باشه. خب از یه قسمت ما میخوام شروع کنیم. بچه سرعت دست و فشار دست رو دقت کنیم. والا هرچی میرم بالا میخوام پراکنده تر و نرمتر باشه. پس هرچی میخوام پراکنده تر باشه فشار دستمون رو کمتر میکنیم و پراکنده تر اجرا میکنیم. خب ببینید که تو اجرای پپر شیدینگ رد سوزن باقی میمونه. پس هرچی ولتاژ پایین تر باشه و سرعت دست شما کمتر باشه رد سوزن بیشتر میمونه. یعنی اگه با سرعت کمتری من حرکت کنم فشار دست بیشتری داشته باشم، ببینید که رد سوزن بیشتر باقی میمونه. خب حالا ما دوباره کم کم تیرش کنیم. هم از ادامه کارمون هرچی بالاتر میریم تکرار بیشتر، فشار دست بیشتر تا تیرگی که میخوام رو نرمون بده. و این قسمت هایی که میخوایم محو باشه و کم رنگتر باشه سطحی تر و پراکنده تر اجرا میکنیم. قسمت هایی که میخوایم تیره باشه رو عمیق‌تر و متمرکزتر کار میکنیم. خب می‌بینید که تو اجرای پپر شیدینگ رد سوزن باقی میمونه که همون حالت نقطه یا دات فورک رو داره. خب بچه‌ها، تکنیک بعدی که از سوزن‌های RL میتونیم استفاده کنیم ولی با استثناء این تکنیک رو میتونیم استفاده کنیم، همون تکنیک پر کردن هستش. برای پر کردن در شرایطی از RL استفاده میکنیم که مثلا شما یه اجرایی رو دارید که یه فضا نهایتاً در این حد تو کل اجراتون دارید و سوزن مورد استفادهتون هم سوزن RL هست که برای سرعت دادن به کارتون و اینکه تعویض سوزن وقتتون رو نگیره و مواد مصرفیتون و لوازم مصرفیتون به حداقل برسه، میتونید از همون سوزن RL که برای اجرای لاینتون دارید استفاده میکنید برای پر کردن اون محدوده کوچیک هم استفاده کنید. ولی خب همونجور که گفتیم سوزن‌های RL به خاطر تیز بودن نوک سوزن و منسجم بودن چیدمان سوزن‌ها تکرار زیادش روی پوست باعث زخم شدن و التهاب پوست میشه که ما باید حدالامکان از سوزن‌های دیگه استفاده کنیم برای پر کردن. ولی تو بعضی شرایط که فضای پر کردنی زیادی نداریم میتونیم از همون سوزن RL هم استفاده کنیم، ولی در صورتی که فشار زیادی به پوست وارد نکنه. خب اگه اجرایی داشتیم که مثل این حروف
دو خطی بود و وسطش نیاز به پر کردن داشته باشه، باید ضخامت داده بشه و پر بشه، که ما باید برای اجرای کادر دور از سوزن RL استفاده کنیم. این فضا رو دیگه میتونیم با همون سوزن RL هم پر کنیم. خب الان سوزن مورد استفادهمون 1005 RL هست. میخوایم با همون 05 RL هم لاین رو اجرا کنیم، هم بهش ضخامت بدیم و پر کنیم. خب میایم لاین رو اجرا میکنیم. الان ما لاین کنار رو اجرا کردیم. خب بچه برای پر کردن با سوزن RL تو گوشه ها مخصوصا و جاهایی که نازک هستن و نیاز به ظرافت دارن، به صورت رفت و برگشتی یا همون اجرای لاین فضا رو ضخیم میکنیم و پر میکنیم. تو محدودهایی که فضای بیشتری دارید سعی کنید به صورت همون دورانی فضا رو پر کنید که رنگتون زودتر کاشت بشه و پوست رو زخم نکنه. الان حاشیه ها رو یکم ضخیم میکنیم. فضایی که میخوایم اجرا کنیم از لبه داخل اول ضخامت میدیم که پخشی رنگ پیدا نکنیم. به صورت رفت و برگشتی فضای وسط رو میام با همون تکنیک دورانی پر میکنم و با یه فشار دست پایین که پوست زخم نشه و دچار التهاب نشه پوستمون. و سرعت چرخش دستتون هم نباید زیاد باشه، چرخش های کوچیک و پیوسته. سرعت دست زیاد باعث زخم شدن پوست میشه. خب حالا اگر خواستید یا تکنیک رفت و برگشت پر کنید، باید فشار دستتون خیلی سطحی و سرعت دستتون هم پایین باشه که رنگتون تو همون مرحله اول کاشت بشه و نیاز به تکرار مجدد نداشته باشه. ولی ترجیح واسه فضاهایی که جا دارید تکنیک دورانی است. فضاهایی که نیاز داره تمدید بشه رو یه بار سطحی تکرار میکنیم که فضای برفکی تو اجرامون باقی نمونه. خب دوباره این قسمت رو ضخامت میدیم. با تکنیک دورانی اون فضاهای وسط رو پر میکنیم.